یک دانه روغن میرسم. خیلی بعضی وقتا آسان درست کردن چی، بعضی موقع خیلی درد سر داره. یعنی یک دانه روغن میرسم. روغن دخواست خوده، کسی که جور منه دخواست خودشه. حالا ما ایره یک دانه همیزی کوچکانه میرسم. یعنی یک دانه روغن که میخوای آرد خرمنکن آب بریزه دهاش منکن و بستگی ده خوش مداره که یا ظرف بزرگ بشه زیادتر میشه، ظرف کوچیک بشه کمتر میشه. دیگه ما همیزی دو تا مثلا میگرم آرد منکنم 1.5 آب دیگره که در ما اندازه مثل قابلمه میشه. یکی در قابلمه روی خیلی سخت الوا کردن، یک روز طول میکشه که برای الوا کنی. قابلمه نسوز در هر خانه های ما هسته. در این قابلمه نسوز اگر بار کنی شاید 4 ساعت یا 3 ساعت دیر میتونی پخته کنی، به خاطر که هم میزنی در زیر از این نمیچسبه، یه راحت تر میتونی هم بزنی دیگه. یعنی 4 قاشق یا 5 قاشق نمیزی سبنک میرسم دیگه. نصفی نزی آورگرین که ما میگی جو پرک، مثلا جو بلی شده. اگر از این نرزی حلوای ما مثلا خیلی شخور میه، یک شخص میه، یکی هم چسبنکی میه. یه اگر یه بریزی خیلی حلوای پاش خیلی یک حلوای خوبش میه، هم که مخوری اذیت نمیکنه میداره دیگه. یعنی می حلوای سنتی قدیمی که مادرهای ما جور میکرد، این امیره که جور که نمیتر هم مثل همون در میه. رای شروع منیم. ببینیم که یعنی ما یک دانه روغن می 2 تا آرد 1.5 آب نصفی آورگرین رای جور منیم که چی جور در میه. حالا خوش شما ببینید. ولی ما این ظرف من اینقدر کم آردش، اینقدر کمه به خاطری که نسبی همه آرگرین اضافه میکنم. نسبی ایره میرزم به خاطر از او یه آرد من اینقدرش کم.
ما نصفی آوارگن ریختیم. یک، دو، سه، چهار، 5 قاشق دیگرم که سمنک ریختم. سمنک من سمنک تازه نیسته، تقریبا 1 سال پیشه. دیگه همینو میخوام بیرسم، دیگه زیادتر نمیرسم. یعنی هم یک و نصف آبی به در میرسم. دیگه روی اصلا امکانش نیه، موشه ولی خیلی طول میکشه. هم اذیت میکنه، هم که باید خوب در نمیه، بخاطر خیلی او رو کمی تقشی میکنی دیگه و روی سیاه میکنه الواره. اگه یک چیزی تیز باشه که رویش کنده میشه. وقتی که با همزن برق میزنه خورده احتیاط کرد که در خود دیگ نخوره که دیگ کنده میشه، دیگ خراب میشه. دیگه این رو همین ساعت وسط بگیره. اگر هم نخوره زیاد یه الباشی یک خورده سفت و خشک میاد. اگر که رنگش هم زیاد قرمز در نمیاد، وقتی الان خوب هم بخوره هم نرم خوشمزه میاد، هم که چیه رنگش قرمز میشه. کفگیر من دستش کوتاه بود، ایره با همی مشما بسته کردم که راحت تر بتونم ما ایره هم بزنم.
بعضیا مثلا سمنه اگر بیشتر دوست داره ولی میتونه حلوا که این رقم سیفت شد میتونه یک دو سه قاشق اضافه کنه، ولی ما همو 5 قاشق که اول ریختم با ما مگم کافیه. خاطر که آرد اینجا نرمه خیلی حلوا شول میشه دیگه، خیلی وقت گیر میشه. تا اینه مرحله که رسید دیگه باید در زیر ببندی. اگر در زیر نبندی این خیلی میپره دیگه، همه جا خراب میکنه. باید در زیر ببندی، همزی یک گوش ازی هم بزنی، خیلی راحتتر و ترتمیزتره، اصلا جارت کثیف نمیکنه دیگه. قابلمه ناسور زیاد نمیچسبه. حالا اجاق گازم روی شیشه درجه 6 ما کم نکردیم دیگه. دمو اول که روی 6 گذاشتیم تالا روی شیشه تالا نگرفته. بیرون واقعا که سرد شده. همه جا سفید شده. حالا ما میبینیم که روغن ازی کم هسته، ما میتونیم روغن اضافه کنیم. اگر اولی اضافه بودم این موقعی که خیلی شول شده بود ما خیلی اذیت میکرد، همه باد میشه، همه جا را کثیف میکنه. اینالی روغن اضافه کنم. بازم روغن کم بود، بازم بعدا هم میتونم اضافه کنم، ولی اول زیاد ما نمیرزم خاطر که همه جا را کسی کنه. وقتی شد خیلی میپره با دیگه، مخصوصا که تو خانه هم باشه واقعا همه جا را دیگه کسی کنه. رنگ میگیره، حالا بهتر شده دیگه، حلوا نمیخوره. حالا بازم اطلاق کردم دست بگذارم بهتره واقعا باد نشه.
همه دیگه میشه در شده دیگه خورده کج گرفتیم. همه رقم روغن زدیم دیگه. روغن زیاد باد نشده. گاز روی فرش گذاشتیم که میبینید یه جا کثیف نشده، ترتمیز مرتب. حلوا در این شکل رسیده دیگه. امیدوارم که شما هم خوش آمده باشه. اگه سری دفعه دیگه یک حلوا بدید همین روش اگر پخته کنید دیگه زیاد باد نمیشه. باز حلوا که نرغمی شد مگه پخته شده دیگه. پخته نمونه. البته ما یه رقم خوش ندارم، باید که بازم جوش بخوره. حلوا روغن چه از خودش جداش. یعنی حلوا پخته شده. خودم مطمئنم که پخته شده. از پیاتش معلومه که دندون شده. میبینه قشنگ دندونه. ما میره اول یک دانه روغن ریختم. یک روغن 1 کیلویی. آرد نظره در روغن 6 کیلو قد سبوس با هم قدم دو پرک. حالا یک سبوس و دو پرک دیگه. 5 قاشق سمنک بوده. همین آبش که خوش ما بکنه دید که منک کدوم آرد شده آب شده روی همو ریخته دیگه. تو خانه بوده، در خانه خود سخت روغن که زیاد باد میشه. حتما در قابلمه دسترش بیزاره، قابلمه نسوز بشه. قابلمه رویی خیلی میچسبه اصلا بدرنگ خانه خیلی مشکله. در قابلمه سرش بیزاره، یک کمکیری دسته بلند باشه دیگه. یک گوشی که امیر غمکی شور بوده دیگه دزی نمیچسبه. انشالله که خوش آمده بشه. بازم اگر خودم چیزی مونده مثلا بنویسید خوشحال میشم. کمک شما نیاز دارم. ما را حمایت کنید. اینه از غذای امروزی ما. امیدوارم که همه خوش آمده باشه.
الان این حلوا پخته شده. میبینید که روغن چی از حلوا جدا میشه، رنگش هم خیلی قرمز خوب شده، قشنگ دندون شده. حلوا پخته شد دندون میشه. ما یه اول پخته کردم، یک دونه دو روغن کوچیک ریختم دیگه. 5 کیلو آرچی بوده، اندازه نیم کیلو کمتر شی همون جوپرک یا آورگرین او بوده دیگه. 5 قاشق دیگر هم که سمنک دیگه. آرد و آبش هم منک کنیم که چی اندازه بریزه دیگه. یعنی می حلوا درم ده یواش یواش. اول روی شیش پخته کردیم، مثلا اجاق بوده روی شیش. بعدا وقتی که خیلی مو پریده اون موقع روی 4 بوده. وقتی که پریدهش قوی شده اون موقع باز دوباره روی 5 ماینه آخر اینو پخته کردیم دیگه. زیاد طولم نکشیده، همه‌ایشی 4 ساعت وقت گرفت، 4 یا 4 و نیم دیگه. نوی حلوایی دیگه. حالا امیدوارم که شما خوشم آمده باشه. یک چیزایی که موندم بنویسید، به کمک شما نیاز دارم. امیدوارم که از این حلوا، از این برنامه خوش شما آمده باشه. آرد هم از او آردایی که نان جرمنی اما آرد بوده، آرد سیاه نبود. آرد سیاه بشه، آرد درشت بشه بهتر. ما میرم آردی خانه بوده اما رو جور کنیم.